داستان این فیلم مربوط به دختر جوونیه که تمایل به رابطه‌های ارباب برده‌ای داره و به خاطر میل جنسی بالاش حتی به همکارش هم رحم نمی‌کنه. ولی مشکل اصلی اینجاست که لی دوست داره موقع رابطه جنسی با ابزارهای تیز و برنده به پارتنر و خودش آسیب بزنه. همین موضوع از تمام کارهایی که داشته اخراج شده و هیچکس حاضر نیست که بهش کار بده. اون دائما به شرکت‌های مختلف درخواست استخدام میفرسته تا اینکه یه روز توی روزنامه یه آگهی استخدام منشی برای وکیل رو میبینه. بلافاصله تماس میگیره و یه وقت مصاحبه میذاره. روز مصاحبه میرسه و لی وارد دفتر وکیل میشه و تا میبینتش خوشش ازش خوشش میاد و با خودش میگه که این قیافه حداقل 30 سانت کیر داره آجی. وکیل هم که خوشش اومده شروع میکنه به لاس زدن با لی. بهش میگه که چی میل دارید. لی در جوابش میگه که فرقی نمیکنه. نظر شما چیه؟ وکیل هم میگه لاته. لی هم در جوابش گفت لا پدرت مادر جنده، این که قرار منشی بشم دلیل نمیشه هر که دلت میخواد با صحبت کنی. وکیلی که از این حجم از کسخل بودن لی پشماش ریخته بود به زیر دستش میگه که تو چای بیاره. در ادامه صحبتاش به لی میگه که من راجع به تحقیق کردم، میدونم که چرا از کارهای قبلیت اخراج شدی و اگه میخوای اینجا کار کنی باید با شرایطم کنار بیای و این قراردادو امضا کنی. لی که میدونه هیچ جای دیگه ای کارگیرش نمیاد، بدون اینکه شرایط بدونه قبولشو میکنه و قراردادو امضا میکنه و استخدام میشه. به عنوان اولین کار وکیل ازش میخواد که یه دادخواست رو تایپ کنه. لی که توی تایپ کردن خیلی ماهر نیست، چند جا رو اشتباه تایپ میکنه و وقتی وکیل نتیجه کارو میبینه با عصبانیت میره سمت لی و بهش میگه خمشه. وکیل بلافاصله قرارداد از جیبش در میاره و میگه طبق بند ششم این قراردادی که نخوندی و امضاش کردی، من حق کامل دارم که بعد از هر اشتباهی که مرتکب میشی به عنوان تنبیه 1 ساعت درت بذارم. لی برای اینکه اخراج نشه قبول میکنه و خم میشه. وکیل دامن لی رو میکشه پایین و به تعداد غلط‌های نگارشی که داشته پوزیشن‌های یک کشورهای آفریقایی روش اجرا میکنه. وکیل بیناموس 1 ساعت بود که داشت به ترکای دیوار فکر میکرد تا آبش نیاد. بعد از یه مدت که لی خیلی درد کشیده بود و خسته شده بود، بین تلمبه‌های سنگین وکیله میپرسه که زمان چقدر دیر میگذره. وکیله که خودش از خارکستای دو عالم بود و قبل از شروع کار باتری ساعت اتاق برداشته بود، در جواب لی میگه که روزگاره، باید تحملش کرد. تو روزای بعدی هر بار که لی موقع نوشتن غلط‌های نگارشی میکرد، میدونست که قراره تنبیه بشه. ولی از اونجایی که لی از اتفاقات دیروز لذت برده بود، عمدن تو کارش اشتباه میکرد تا تنبیه بشه. روز بعد که لی تو یکی از کاراش اشتباه میکنه، رئیس به عنوان تنبیه اون روز باهاش مثل یه برده رفتار میکنه و مجبورش میکنه که مثل سگ رفتار کنه. اما لی به جای اینکه از این رفتار ناراحت بشه، عاشق رئیسش میشه و هر شب بعد از کار به یاد کاری که رئیسش باهاش میکرد خودارضایی میکنه. فرداش قرار بود پدر لی بیاد و بهش یه سری بزنه. ولی وکیل هم که خیلی هوس کرده بود به لی میگه که لی گر بذاری که بذارم به درت، نگذارم که بفهمد پدرت. لی هم قبول میکنه و رئیس هم شروع میکنه با شعر کون لی میذاره. وکیل همراه با تلمبه‌های سنگینش کدشعرهای جدیدی از خودش رو میکرد. داشت میخون که گر سرش تا ته رود بیرون نیاید ز درت، که یهو به صورت اتفاقی در باز میشه و پدر لی که میخواسته یه سری به دخترش بزنه وارد دفتر میشه و میبینه که تنها دخترش داره زیر تلمبه‌های یه وکیل بیناموس زجه میزنه. یهو وکیله که نمیدونه چی کار کنه هول میشه و دست بابای لیو میگیره و میاره پیشش و بهش میگه که حاجی ناموسم بیا بکن ببین چقدر حال میده. بعد از این حرکت بابای لی از شدت فشاری که بهش وارد شده سکته میکنه. لی سریع اونو به بیمارستان میبره اما دیگه دیر شده و بابای لی از شدت شوکی که بهش وارد شده میمیره. لی با گریه و زاری سوار تاکسی میشه تا این خبر رو به رئیسش بده. آقای گری که در وا میکنه، لی با گریه میگه که بابا مرد. آقای گری بعد از اینکه خبر رو شنید قوطی کبریت از جیبش در میاره و 3 تا چوب کبریت ازش بیرون میاره و 2 تا از اون چوبا رو دوباره توی قوطی میذاره و اون یکی چوبو نصف میکنه و با اون نصفی که نوک تیزی داشت لای دندونشو تمیز میکنه و میگه بکیرم. لی هم در جوابش میگه که کس ننه جندت، یه خاری ازت بگم که مادرت گاییده شه. فرداشم رفت دفتر و وسایلو جمع کرد و استفاده داد. از اون به بعد لی سعی میکنه که بدون نیاز به آقای گری از زندگیش لذت ببره. اون هر شب به خودش اسپنک میزد و با هر وسیله‌ای که گیرش میومد خودارضایی میکرد. چند روز بعد لی که از خودارضایی خسته شده بود با یکی از همسایه‌هاش رفت سر قرار. همسایه بهش میگه که تو از بچگی از من بدت میومد، چی شو که الان یه اومدی پیشم؟ لی هم گفت که جوابش 2 حرفه. جق مادرمو گاییده. بعدش هم میرن خونه پسر و با هم رابطه برقرار میکنن. ولی لی نمیتونست فکر آقای گری از ذهنش بیرون کنه و از سکس هیچ لذتی نمیبرد. به خاطر همینم دوباره به سر کارش برمیگرده و از آقای گری خواهش میکنه که دوباره اونو استخدام کنه. و آقای گری هم که بعد از رفتن لی به جغ زدن افتاده بود قبول میکنه. روزها همینطور میگذره و اونا هر روز بیشتر به هم وابسته میشن. و به مرور زمان گری هم میفهمه که عاشق لی شده و نمیتونه بدون اون زندگی کنه.
آقای گری به لی پیشنهاد ازدواج میده. لی هم در جواب رفت کنارش نشست و دستاشو گرفت. تو چشماش با مهربونی زل زد و آروم با موهاش بازی کرد و نوازشش کرد و گفت بیا اینجا کیره منو بخور خارکسته. فکر کردی یادم رفته اومدم گفتم بابا مرده و کیرم کردی جاکش؟ بعد از اینکه لی یک کیر بزرگ به آقای گری زد، نتیجه میگیریم که هیچ وقت با کسی که تازه عزیزش از دست داده بد صحبت نکنیم. برای دیدن کارهای بیشتر ما رو ساب کنید و با کامنتاتون به ما انگیزه بدید تا فیلمای بیشتری رو براتون خلاصه کنیم. داستان این فیلم مربوط به دختر جوونیه که تمایل به رابطه‌های ارباب برده‌ای داره و به خاطر میل جنسی بالاش حتی به همکاراش هم رحم نمی‌کنه. ولی مشکل اصلی اینجاست که لی دوست داره موقع رابطه جنسی با ابزارهای تیز و برنده به پارتنر و خودش آسیب بزنه. همین موضوع از تمام کارهایی که داشته اخراج شده و هیچکس حاضر نیست که بهش کار بده. اون دائما به شرکت‌های مختلف درخواست استخدام میفرسته تا اینکه یه روز توی روزنامه یه آگهی استخدام منشی برای وکیل رو میبینه. بلافاصله تماس میگیره و یه وقت مصاحبه میذاره. روز مصاحبه میرسه و لی وارد دفتر وکیل میشه و تا میبینتش خوشش میاد. ازش خوشش میاد و با خودش میگه که این قیافه حداقل 30 سانت کیر داره آجی. وکیل هم که خوشش اومده شروع میکنه به لاس زدن با لی. بهش میگه که چی میل دارید؟ لی در جوابش میگه که فرقی نمیکنه. نظر شما چیه؟ وکیل هم میگه لاته. لی هم در جوابش گفت لا پدرت مادر جنده. این که قهر منشی بشم دلیل نمیشه هر که دلت میخواد با صحبت کنی. وکیلی که از این حجم از کسخل بودن لی پشماش ریخته بود به زیر دستش میگه که دوتا چای بیاره. در ادامه صحبتاش به لی میگه که من راجع به تحقیق کردم. میدونم که چرا از کارهای قبلیت اخراج شدی و اگه میخوای اینجا کار کنی باید با شرایطم کنار بیای یا این قراردادو امضا کنی. لی که میدونه هیچ جای دیگه ای کارگیرش نمیاد بدون اینکه شرایط بدونه قبولشو میکنه و قراردادو امضا میکنه و استخدام میشه. به عنوان اولین کار وکیل ازش میخواد که یه دادخواست رو تایپ کنه. لی که توی تایپ کردن خیلی ماهر نیست چند جا رو اشتباه تایپ میکنه و وقتی وکیل نتیجه کارو میبینه با عصبانیت میره سمت لیو بهش میگه خمشه. وکیل بلافاصله قرارداد از جیبش در میاره و میگه طبق بند 6 این قراردادی که نخوندی و امضاش کردی من حق کامل دارم که بعد از هر اشتباهی که مرتکب میشی به عنوان تنبیه 1 ساعت درت بذارم. لی برای اینکه اخراج نشه قبول میکنه و خم میشه. وکیل دامن لی رو میکشه پایین و به تعداد غلط‌های نگارشی که داشته پوزیشن‌های کشورهای آفریقایی روش اجرا میکنه. وکیل بیناموس 1 ساعت بود که داشت به ترکای دیوار فکر میکرد تا آبش نیاد. بعد از یه مدت که لی خیلی درد کشیده بود و خسته شده بود بین تلمبه‌های سنگین وکیله میپرسه که زمان چقدر دیر میگذره. وکیله که خودش از خارکستای دو عالم بود و قبل از شروع کار باتری ساعت اتاق برداشته بود در جواب لی میگه که روزگاره باید تحملش کرد. تو روزای بعدی هر بار که لی موقع نوشتن غلط‌های نگارشی میکرد میدونست که قراره تنبیه بشه. ولی از اونجایی که لی از اتفاقات دیروز لذت برده بود عمدن تو کارش اشتباه میکرد تا تنبیه بشه. روز بعد که لی تو یکی از کاراش اشتباه میکنه رئیس به عنوان تنبیه اون روز باهاش مثل یه برده رفتار میکنه و مجبورش میکنه که مثل سگ رفتار کنه. اما لی به جای اینکه از این رفتار ناراحت بشه عاشق رئیسش میشه و هر شب بعد از کار به یاد کاری که رئیسش باهاش میکرد خودارضایی میکنه. فرداش قرار بود پدر لی بیاد و بهش یه سری بزنه. ولی وکیل هم که خیلی هوس کرده بود به لی میگه که لی گر بذاری که بذارم به درت نگذارم که بفهمد پدرت. لی هم قبول میکنه و رئیس هم شروع میکنه با شعر کون لی میذاره. وکیل همراه با تلمبه‌های سنگینش کسچرهای جدیدی از خودش رو میکرد. داشت میخون که گر سرش تا ته رود بیرون نیاید ز درت که یهو به صورت اتفاقی در باز میشه و پدر لی که میخواسته یه سری به دخترش بزنه وارد دفتر میشه و میبینه که تنها دخترش داره زیر تلمبه‌های یه وکیل بیناموس زجه میزنه. یهو وکیله که نمیدونه چی کار کنه هول میشه و دست بابای لیو میگیره و میاره پیشش و بهش میگه که حاجی ناموسن بیا بکن ببین چقدر حال میده. بعد از این حرکت بابای لی از شدت فشاری که بهش وارد شده سکته میکنه. لی سریع اونو به بیمارستان میبره اما دیگه دیر شده و بابای لی از شدت شوکی که بهش وارد شده میمیره. لی با گریه و زاری سوار تاکسی میشه تا این خبر رو به رئیسش بده. آقای گری که در وا میکنه لی با گریه میگه که بابا مرد. آقای گری بعد از اینکه خبر رو شنید قوطی کبریت از جیبش در میاره و 3 تا چوب کبریت ازش بیرون میاره و 2 تا از اون چوبا رو دوباره توی قوطی میذاره و اون یکی چوبو نصف میکنه و با اون نصفی که نوک تیزی داشت لای دندونشو تمیز میکنه و میگه بکیرم. لی هم در جوابش میگه که کس ننه جندت یه خاری ازت بگم که مادرت گاییده شه. فرداشم رفت دفتر و وسایلو جمع کرد و استفاده داد. از اون به بعد لی سعی میکنه که بدون نیاز به آقای گری از زندگیش لذت ببره. اون هر شب به خودش اسپنک میزد و با هر وسیله‌ای که گیرش میومد خودارضایی میکرد. چند روز بعد لی که از خودارضایی خسته شده بود با یکی از همسایه‌هاش رفت سر قرار. همسایه بهش میگه که تو از بچگی از من بدت میومد چی شو که الان یه اومدی پیشم. لی هم گفت که جوابش 2 حرفه.
جق مادرمو گاییده. بعدش هم میرن خونه پسر و با هم رابطه برقرار میکنن. ولی لی نمیتونست فکر آقای گری از ذهنش بیرون کنه و از سکس هیچ لذتی نمیبرد. به خاطر همینم دوباره به سر کارش برمیگرده و از آقای گری خواهش میکنه که دوباره اونو استخدام کنه. و آقای گری هم که بعد از رفتن لی به جغ زدن افتاده بود قبول میکنه. روزها همینطور میگذره و اونا هر روز بیشتر به هم وابسته میشن. و به مرور زمان گری هم میفهمه که عاشق لی شده و نمیتونه بدون اون زندگی کنه. آقای گری به لی پیشنهاد ازدواج میده. لی هم در جواب رفت کنارش نشست و دستاشو گرفت. تو چشماش با مهربونی زل زد و آروم با موهاش بازی کرد و نوازشش کرد و گفت بیا اینجا کیره منو خورخار کسه. فکر کردی یادم رفته اومدم گفتم بابا مرده و کیرم کردی جاکش. بعد از اینکه لی کیر بزرگ به آقای گری زد نتیجه میگیریم که هیچ وقت با کسی که تازه عزیزش از دست داده بد صحبت نکنیم. برای دیدن کارهای بیشتر ما رو ساب کنید و با کامنتاتون به ما انگیزه بدید تا فیلمای بیشتری رو براتون خلاصه کنیم. داستان این فیلم مربوط به دختر جوونیه که تمایل به رابطه‌های ارباب برده‌ای داره و به خاطر میل جنسی بالاش حتی به همکاراش هم رحم نمی‌کنه. ولی مشکل اصلی اینجاست که لی دوست داره موقع رابطه جنسی با ابزارهای تیز و برنده به پارتنر و خودش آسیب بزنه. همین موضوع از تمام کارهایی که داشته اخراج شده و هیچ کس حاضر نیست که بهش کار بده. اون دائما به شرکت‌های مختلف درخواست استخدام میفرسته تا اینکه یه روز توی روزنامه یه آگهی استخدام منشی برای وکیل رو میبینه. بلافاصله تماس میگیره و یه وقت مصاحبه میذاره. روز مصاحبه میرسه و لی وارد دفتر وکیل میشه و تا میبینتش خوشش میاد. ازش خوشش میاد و با خودش میگه که این قیافه حداقل 30 سانت کیر داره آجی. وکیل هم که خوشش اومده شروع میکنه به لاس زدن با لی. بهش میگه که چی میل دارید. لی در جوابش میگه که فرقی نمیکنه. نظر شما چیه؟ وکیل هم میگه لاته. لی هم در جوابش گفت لا پدرت مادر جنده. این که قهر منشی بشم دلیل نمیشه هر که دلت میخواد با من صحبت کنی. وکیلی که از این حجم از کسخل بودن لی پشماش ریخته بود به زیر دستش میگه که دوتا چای بیاره. در ادامه صحبتاش به لی میگه که من راجب تحقیق کردم. میدونم که چرا از کارهای قبلیت اخراج شدی و اگه میخوای اینجا کار کنی باید با شرایطم کنار بیای یا این قراردادو امضا کنی. لی که میدونه هیچ جای دیگه ای کارگیرش نمیاد بدون اینکه شرایط بدونه قبولشو میکنه و قراردادو امضا میکنه و استخدام میشه. به عنوان اولین کار وکیل ازش میخواد که یه دادخواست رو تایپ کنه. لی که توی تایپ کردن خیلی ماهر نیست چند جا رو اشتباه تایپ میکنه و وقتی وکیل نتیجه کارو میبینه با عصبانیت میره سمت لی و بهش میگه خم